ارمنه عمرت به آخر رسیده. تنها راه فرارت این است که بسوزی و دود شوی. وصیت کن. مختار شخصا آمده تا جانت را بستاند. مردی بمان و از خودت دفاع کن. جنگ افزارتان هم به انتخاب تو. مختار دوست دارد جانش را با چه بستانم؟ تیر و کمان یا خنجر؟ تو با تیر و کمان واماندت بلدی اطفال شیرخواره را شکار کنی. شاید خنجر بیشتر به کارت بیاید. یک خنجر تو، یک خنجر امیر مختار. عجب است. مختار شاه را در میانه میدان میبینم. فکر نمی کردم دل از تخت شاهی بکنی و به میدان بیایی. مرام پهلوانی را شرط و شروط مبارزه کردی. یک خنجر تو، یک خنجر من. حال که از نام حسین برای خودت برج و بارویی ساخته ای و تاج و تختی به هم زدی، حیف است ندانی حسین در عاشورا چه ها کشید. حداقل کاری را که من با حسین کردم بشنو، بعد بمیر یا مرا بکش. وقتی که تشنگی بر اردوی حسین غالب شد و کودک 6 ماهش به میدان آمد، او را بر سر دست بلند کرد و فریاد زد. وقتی زدم که حسین دامن دشتاشش را بالا برد تا عرق از جبین بردارد. تیر سوم را به قلب حسین زدم. ببر صدایت را ملعون.